برادران عزیز، حسب موضوع نوبتی در این روز جمعه، آموختن علم اساس دین مبین اسلام، این نام موضوع من و شما هست. یعنی چون که در پیش ما ابتدای سال تحصیلی داریم، موضوع را با مسائل مبرم روز اختیار کردن که ما درباره علم، معرفت، درباره دانش، درباره نور در چراغ زندگی که علم است صحبت داشته باشیم. و در داخل این موضوع چند صحبت من و شما باز میکنیم و برادرانی که از دیدگاه دین مبین اسلام از عقیده و سیرت و رویه هر سوال مشکلات دارن میتونن که در پرچه ها بنویسن و با ما با استاد محترم که جمعه بعدی باز در منبر میشوند روان کنند. در پاسخ ما با شما هستیم. بنابراین برادران عزیز، بسا علم در دیدگاه قرآن، در دیدگاه سنت مقام بلند دارد که آیه های اولی، یعنی اتصالی روانه اولیه که از جانب الله تعالی به جانب معلم دین من و شما محمد مصطفی صلی الله علیه و سلم صورت میگیرد، با عنوان بخوان هست: بیامرز، دانش بجو، اقرا باسم ربک الذی خلق، بخوان به نام آن پروردگاری که تو را خلق کرد ای محمد صلی الله علیه و سلم. یعنی ابتدای این نور، ابتدای نزول قرآنی، ابتدای وحی الهی بر پیامبر صلی الله علیه و سلم بر همین آموختن و دانش و خواندن شروع شد. بنابراین توجه زیاد در این باره هست. بعض علما در تفسیر این آیت ها نوشتند که مراد از بخوان یا هل یستوی الذین یعلمون و الذین لا یعلمون، آیا برابرن آنانی که عالمن، دانشمندن، و آنانی که نمیدانند؟ اینجا حل به معنای استفهام نیست، به معنای استخبار است. یعنی الله میگه اینا برابر نیستن. کسانی که علم دارن، چه علم دینی چه علم دنیوی. ببین در یک کوچه، در یک محله یک طبیب است، یک دکتر هست، همه با اون رو میارن. دولین کسی را میبیند، تسبیح کسی را میبیند، کپلی کسی را میگذراند، سوزنداروی کسی را میماند. علم در خانه اون طبیب نور